دوستان سلام، وقتتون بخیر. امیدوارم که سرشار و سلامت باشید. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و خوشحالم که در این هفته با کامنت در خدمت شما هستیم. بابک این دفعه رو شما شروع کن. من اگه بخوام شروع کنم سخت شروع میکنم. این دوتا عکس رو ببین. این دوتا عکس، بله، آخوند جلاد دجال داره نماز ریایی میخونه. خب این که گفتی شباهتشه، من منظورم تفاوتاش بود. یه بار دیگه نگاه کن. تفاوت این دوتا عکس؟ بله تفاوت. خب اون یکی نه به افق کرملینه، اون یکی هم به افق آسمان نیویورک احتمالاً. نه دیگه. تفاوت این دوتا عکس 15 میلیون پول بی زبانه. اونجایی که داره به افق کرملین رو به شیطان قنوت بسته، سکه در ایران 12 میلیون تومان. اینجا که تو نیویورک رو به قنوت بسته دوباره به همون شیطان، سکه در ایران 27 میلیون و 500 هزار تومانه. یعنی تفاوت این دوتا عکس دوتا قنوت 15 میلیون تومان بی زبانه. دستاورد رئیسیه دیگه. بله. حالا بابک تو از زاویه دید خودت نگاه کردی به این داستان، به سفر آخوند رئیسی به نیویورک. خوبه یه نگاهی هم به زاویه دید زرافه ولایت بندازیم به این سفر. برداشته عکس دجالگرانه آخوند رئیسی رو که تو سازمان ملل قرآن رو بلند کرد رو زده، توییت کرده. بالاش هم این شعر حافظ رو نوشته که زاهد در رندی حافظ نکند فهم چه شد، دیو بگریزد از آن قوم که قرآن خوانند. این امیر عبداللهیان اون از انگلیسی صحبت کردنش، اون از عربی صحبت کرد، اون از جفتک انداختنش که بهش میگن اینجا وایسا عکس بگیر، میپره وسط جمعیت عکس میگیره. کلا وزیر امور سوتیه. این بی سواد ابله رفته تو گوگل سرچ کرده حافظ و قرآن، این شعر اومده، اما نمیدونه که حافظ لسان الغیب این شعر رو به خاطر جانورانی مثل خامنه‌ای و خمینی و همین رئیسی که قرآن میخونن گفته. میگه شما انقدر کری، دجال و ریاکارید که دیو از شما میگریزه. و اگه اینجوری باشه بس درست نوشته که بدون اینکه خودش بخواد درست نوشته. منتها من یه چیزی بگم، خامنه‌ای، رئیسی، امیر عبداللهیان و تمام کارگزاران رژیم حق دارن احمق باشن، این حق طبیعیشونه، اما حق ندارن سوء استفاده کنن از حماقتشون. اینو باید بهشون گوش زد کرد. آخوند رئیسی در جریان سفرش به نیویورک 2 تا کشف مهمم کرد. چی بوده؟ اول این که نیویورک پایتخت آمریکاست و دومی که رژیم تو نیویورک سفارت هم داره. اینا ببین اینا این اکتشافات مهمه. روح کریستوف کلمب شاد کرد. بله، در این سفر با پیگیری‌های خوبی که دوستان ما در وزارت میراث فرهنگی و گردشگری انجام دادن، سفارت ما در نیویورک انجام داد و وزارت خارجه، به حمدالله اون چیزی که خب جزو میراث‌های ارزشمند ملت ایرانه، الواح دوره هخامنشی. من سر این که رئیس چرت و چولا بگه هیچ مسئله‌ای ندارم. طبیعی تنظیمات کارخونه است. اگر رئیسی حرف درست بزنه باید براش کامنت بزنیم، اما این مورد خاص رو یه آخوند دست چندمی جواب داده، یه توییتی کرده، نوشته که رئیسی را توجیه کنید چه بگوید، برایش با خط درشت بنویسید، از رو بخواند، معنی سفارت را به او بگویید و بگویید که ایران در آمریکا سفارت ندارد و بگویید که نیویورک پایتخت امریکا نیست. سفارت در واقع در پایتخت یک کشوره و ولی اگه همین 6 جمله رو بخوان تو مغز رئیسی بچپونن 6 سال مینیمم وقت میگیره. تازه من به سرنوشت راندمانش هم مطمئن نیستم یاد بگیری یا نه. اصلا اینجوری باشه باید برگرده از کلاس اول دوباره شروع کنه. بابا تو واقعا باور کردی این 6 کلاسه داری؟ اکابرم نرفته. اما آخوند رئیسی که راهی نیویورک شد، یک هیئت بلندپایه هم با خودش برد که از جمله اعضای این هیئت بلندپایه دختر آخوند علم الهدی بود که رفت اونجا و همونطور که ملاحظه میکنید گفتش که زنان ایران برای حقوقشان مبارزه نکردند چون از آن برخوردارند.
این در ادامه همون طرح فریبه دیگه، از خودش خنگ‌تر و بی‌سوادتر برد که همه درگیر اون بشن خبرنگارا، اون بتونه چرت و چوله‌هاشو بگه. بله، یکی از اون زنایی که از حق این حق برخورداره مادر همین جمیله علم‌الهداست که وقتی میمیره روی سنگ قبرش مینویسن مرحوم مغفوره همسر نماینده ولی فقیه در مشهد و امام جمعه مشهد، یعنی بفالوی نظام آخوند علم‌الهدا. اینم سنگ قبرش. اینم سنگ قبرش. معنی برخورداری از حقوق هم فهمید. منظورش ایناست دیگه. امسال آخوندا توی سالگرد جنگ ضد میهنی علاوه بر رژه پاسدارای زهوار در رفته یک رژه دیگه هم برگزار کردند به نام رژه کالاسکه ها. این عکسش هم با هم ببینیم. اونا هم وایسادن اونجا دارن سام میبینن. هردم از این باغ بری میرسد. اون دفعه که دهه 90 رو فراخوند، دهه 90 اعلام براءت کردن، گفتن اسم ما رو تو این سرود نیارید. رفت یه دهه اونورتر 1400 یار این دفعه فراخوند. من موندم که دفعه بعد این دهه 1400 هم اعلام براءت کنن، دفعه بعد کیا رو میخواد بره رژه بره؟ دفعه بعد احتمالاً کالاسکه خالی میاره، میگه هنوز به دنیا نیومدن. بله، اینا رژه اونایی که هنوز به دنیا نیومدن. اینا که از رو نمیره. واسه من تو صحبت‌های وزیر کار دولت محرومان یادته؟ همون که میگفت من خودم کارگر زاده‌ام و قناعت پیشه می‌کردم، اصلا با رنج و قناعت آشنا. بله، منظورت سهولت مرتضوی. بله، کار دولت جلادانه که اینم حرفش. خودت کارگری کردی؟ من اصلا کارگر زاده‌ام. هر کاری من بیل بده دست من، دست دیگرانم بده، کلنگ بده، داس بده تا بریم درو بکنیم با هم دیگه. من بعضی وقتا دوران نوجوانی و جوانی وقتی که میرفتیم درو، این تاولای دستم بالا متورم میشدن و چی بود؟ بله. از درد کارگر رو میدونی؟ حتما. با این حقوق کارگری میشه زندگی کرد؟ واقعا سخته، اما با قناعت میشه ساخت. حالا این کارگرزاده حامی مستضعفین بلند شده رفته گرگان یه سفر کاری. در این سفر کاری یک وعده نهار خورده. من منوشو نمیتونم حفظ کنم، از رو باید بگم چون اینقدر سنگینه این منو. من منو رو از رو نمیتونم بخونم. 100 سیخ جیگر خورده، یعنی خودشون جونورای همراهش. 17 سیخ شیشلیک، 85 سیخ کباب کوبیده، 79 پرس جوجه کباب و چینی. حالا چینی خود جوجه کباب میخوره، ایرانیش میگه مشکلی بود. 50 پرس سبزی و پلو و کلی هم مخلفات آجیل و شیرینی. جمعاً شده 120 میلیون تومان مال یک وعده روز، نه بیشتر. عجب رکوردی زده. یعنی اگه شما از صبح تا شب خودتو بکشی فقط بخوری، هیچ کار نکنی، باز نمیتونی این همه بخوری. ببین ولی مطمئن باش منوی آخر اصلی این بیشتر از این قناعت کرده. این تازه بکنم 1/5 غذای هر روزشو خورده. اما من به این کارگزار دولت رئیسی میگم این بار که میخوای مفهوم قناعت رو مصداقی و مادی نشون بدی به همه، این میزان دیگه از خودگذشتگی نکن، چون تهدید ترکیدن و انفجار داره. بابک، تو تا حالا فکر کردی مردم اروپا که از قطار پیشرفت رئیسی محرومن چه میکشن؟ چی جوری روزو به شب میرسونن؟ واقعا زندگی طاقت فرسا، خدا هیچ بنی بشری رو تو اون وضعیت قرار نده. ببین تلویزیون رژیم اومده یک گزارش پخش کرده از گرانی در آلمان. قلبت به درد میاد. ببین اینو. تلاش میکنم کمتر خرید کنم. اتفاقا کار بسیار راحتی هم هست. انتظار گرانتر شدن کالاها حالا موجب شده از خیلی از آلمانی‌ها کمربندهای خود را محکمتر ببندند و کمتر خرج کنند. این روزها من خیلی به خرید اقلام تخفیف دار رو آوردم. این بی‌رغبتی و عدم تمایل به خرید بر فروش بنگاه‌های مولد و تولید کننده تاثیر می‌گذارد. در حال حاضر بالاترین سبد تورمی در آلمان مربوط به گروه مواد غذایی است، به طوری که خرید میوه و سبزیجات در مقایسه با پارسال 11% افزایش قیمت پیدا کرده. حالا الان مردم آلمان با این وضعیت گرونی و تورم و اینا باید چیکار بکنن؟ تقصیر خودشونه. جمع کنن بیان ایران. نه هم ارزونیه، هم آزادی بیانه، اصلا سر کولشون رو همه چی بالا میره. نمیخوان جمع یک کنن. لحظه هم ادامه ندن تو همچین وضعیت طاقت فرسه. بلندشم بیان، نه اون وضعیت رو ترک کنن بیان ایران.
34 ساله که از گور به گور شدن خمینی دجال میگذره، اما باز هم یه حرفای یه کلیپ‌هایی ازش رو میشه. آدم با خودش میگه دیگه این حد از دجالیت رو دیگه من ازش خبر نداشتم. این نمونه رو ببینید. نگرانی که همیشه در دلم هست این است که من خوف این رو دارم که مردم به واسطه امثال من به بهشت برند. اونها برای خدا توجه به آقایان دارند و ما هم و شما هم دعوت میکنید مردم را به خیر و صلاح. من خوف این رو دارم که اونها برای خاطر ما و شنیدن حرف ما به بهشت برند و ما برای خاطر اینکه خودمون مهذب نبودیم به جهنم. و اون خوف زیادی که من دارم این است که ما روبرو بشیم با اونها. همه رو ول کن، فقط این لحنشو بچسب. به 2 تا واقعیت اشاره کرده. یکی اینکه مردم ما به واسطه جنگیدن با این نظام پلید که بنیانگذارش این جانوره حتما میرن بهشت. یکی هم که این آخوندها و دنبالچای همین خمینی قطعا میرن جهنم. این 2 تا واقعیت رو درست گفته و باید قبول کرد. هفته پیش برنامه کامنت نداشتیم، این هفته میخوایم جبران کنیم 2 تا کامنت یه جمله بریم، ولی یه چالش یه جمله بیشتر نشه. اولیو ببینین تو 2 تاش 2 تا جمله دیگه، نه تو 2 تاش یه جمله. نه دیگه تو هر کدوم یه جمله. تو هر کدوم. ببین این 2 تا عکس رو نگاه کن. عکس بالا امرپ فراجو برای داخل کشوره با اون یال و کوپال و اینا، دومی هم لندکروز برای حفاظت از مرزها. دقیقاً درست چیده. مردم ما میگن دشمن ما همینجاست، دروغ میگن آمریکاست. رژیم هم گفته دشمن من همین مردمم، من لب مرز دشمنی ندارم. کسی از قرار نیست از خارج به من حمله کنه. دشمن رو گذاشته اونجا. ماکسیمم هم اونجا گذاشته. بله. بریم بعدی. امیر عبداللهیان گفته که 2 تابعیتی ها بدون دغدغه به ایران سفر کنند. شک نکن کسری بودجه دارم، میخوان خزانه‌شون یه جوری پر کنن. کسری بودجه چه جوری یعنی؟ چه ربطی؟ هر موقع کسری بودجه دارن مالیات به مردم میبندن، یه بخشی جبران، یه مقدارش هم 2 تابعیتی میگیرن، تحویل میدن، پول میگیرن. یعنی میگه بدون درآمدزایی. شیوه درآمدزایی. بعض خزانه خرابه. بله بعض خزانه خرابه. بینندگان عزیز ممنون که این هفته هم با ما همراه بودید. تا دیدار بعد، خدا نگهدارتون. شاد و سرفراز باشید.